24 فوریه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در قصر ملت با کادرهایی که به وظیفه‌های بلند در ساختارهای وزارت کارهای داخله تعیین شدند ملاقات کرد و از آنها خواست پاک وجدانانه، صادقانه و با مسئولیت بلند منفعت‌های ملت و دولت را از همه منفعت‌های دیگر بالا گذاشته با دست و دل پاک به نفع دولت و ملت خدمت نمایند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت در موافقه با پرزیدنت سرداران ریاست و شعبه‌های میلیشیای شهر دوشنبه، ولایت قتلان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهر کولاب، نویه‌های جیهون، وخش، تیمور ملک، شهر توز، فیض آباد، نور آباد و در ساختارهای مرکزی وزارت کارهای داخله از حساب کادرهای صاحب تجربه و تخصصمند تعیین گردیدند. از جمله شریف نظرزاده که تا امروز سردار میلیشیای پایتخت بود، سردار ریاست وزارت کارهای داخله ولایت مختار کوهستان بدخشان و رهبر امکنون سابق میلیشیای این ولایت رستم میرزا مرادزاده معاون سردار واحد مخصوص وزارت کارهای داخله تعیین شده، براتلی حمدزاده از مقام معاون وزیر برکنار و به جای نظرزاده سردار ریاست وزارت کارهای داخله دوشنبه تعیین شده است. شریف نظرزاده در حال به بدخشان فرستاده شد که وضع این ولایت اینک 3 ماه باز دوران مشکل و پرتنش را پس سر می کند.